جلسه اول از جوابی ملحدین. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دوستان عزیز محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنابر تقاضای دوستان قرار بر این شد که در جلسات شبانه خودمون مطالبی در مورد ملحدین، همون اشخاصی که منکر خدا و رسول خدا و قیامت و دین و دیانت متاسفانه شدن، در مورد اونها انشاءالله جلساتی را با همدیگر داشته باشیم. چرا که امروزه به علت فراگیر بودن فضای مجازی خیلی از جوانهای مسلمان نیز از نوشته های اشخاص ملحد به نسبت حقانیت دین اسلام و حقانیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و جاودانگی بودن دین اسلام متاسفانه در اذهان این بزرگواران نیز شک و شکوکاتی متاسفانه پیدا شده. چرا که اشخاصی در جامعه بودن و هستند که علیه دین اسلام، علیه قرآن و کلن علیه دین دیانت کتاب‌های زیادی را نوشتند. از جمله شخصی به نام آقای علی دشتی و دیگری به نام شخصی به نام صادق هدایت و شجاع الدین شفا، و از همه اینا معروفتر که امروزه در فضای مجازی بیشتر به گفته های ایشون استدلال میشه، شخصی هست به نام دکتر سها. این جناب دکتر سها کتابشون به نسبت کتابهای دیگر کمی قطورتر هست. طبق اون ظنیات و گمانیاتی که خودشون داشتن، تقریبا میشه گفت که تقریبا 1000 صفحه را سیاه کردن و کتابشون و اسمشو گذاشتن به نام نقد قرآن. نعوذ بالله. شخصی با نام مستعار، اسم حقیقیشون ایشون نیست، یعنی اسم حقیقیش دکتر سها نیست، با نام مستعار دکتر سها، و ظاهرا اینطور که در مقدمه کتاب خودش ادعا کرده، ظاهرا قبلا شخصی بوده که در مدرسه های علوم دینی درس خوانده و نهایتا به علت عدم استادهای حقیقی یا موانع دیگر به نسبت حقانیت دین و دیانت و قرآن و اسلام و این تمام موارد شک و شکوکاتی را در وجود خودش احساس کرده و نهایتا منکر دین و دیانت شده. حالا قرار انشاءالله در مورد نوشته های این بزرگوار ما انشاءالله جلسات متعددی را به طور خلاصه با همدیگر انشاءالله داشته باشیم. اما با مشکل بسیار بزرگی در ابتدای بحث بنده مواجه شدم. اونم اینه که این بزرگوار دکتر سها دو تا مشکل اصلی، بلکه چند تا مشکل اصلی در ابتدای بحث، این مشکل بزرگیه. از جمله تا به حال این جناب دکتر سها مشخص نشده که مرد هست یا زنه. حالا بنده در سخنرانی های مشکل بزرگیه برای من که من بگم آقای دکتر سها یا خانم دکتر سها، این خودش مشکلیه. شخصیتی که هنوز اون جنسیت او مشخص نیست، آمده به نسبت قرآن اینطور طعن و اینطور افتراها را بسته، این خودش بسیار جای انگشت است. و مشکل دیگری که به نسبت این بزرگوار ما طبق نوشته های خودش در کتابش مواجه شدیم اینه که این بزرگوار معلوم نیست هنوز دکترای چی دارن. دکترای ادبیات عرب دارن، دکترای مهندسی دارن، دکترای چی دارن. لذا اون شخصیتی که هنوز هویت واقعی او به نسبت مرد یا زن بودنش مشخص نیست و به نسبت اون کسب علمی که کرده درجه و مقام او از نظر پایه و مقام مشخص نیست، لذا گفته چنین شخصی و نوشته چنین شخصی هرگز در مقابل دینی که 1,800,000,800,000,000 پیرو داره هرگز قابل قبول نمیتونه باشه. این به مانند اینه که شما شخصی رفتگر را ببینید بره دم نانوایی و از نان پختن شخص نانوا ایراد بگیره، همه مردم را هورا میکشن. آقا برو کنار، برو رفتگریت بکن. ایراد گرفتن از نانوایی چه ربطی به شما داره؟ یا اصلا بالاتر از این، من مولوی که علوم دینی خواندم و به نسبت دکتری و طبابت و این مسائل میشه گفت که در مقابل دکترها من زیر صفرم. خب من الان از اینجا بلند میشم برم بیمارستان و به نسبت جراحان متخصصی که اونجا نشستن، دکتران متخصصی که اونجا نشستن و من اونجا بخوام نظرخواهی بکنم، کدوم شخص عاقل نه،
کدوم شخص نیمه عاقلی این اعتراض بنده را وارد میدونه و قبول میکنه؟ هرگز قبول نمیکنه. لذا چنین کتابی که هنوز شخصیت و از نظر جنسیت زرد یا مرد بودنش مشخص نیست، معلوم نیست چه دکترایی دارن، از نظر علمی در چه سطحی هستن، انقدر جرأت نکرده که جنسیت خودش را و اسم حقیقی خودش را و اون پایه علمی خودش را مشخص بکنه. لذا چنین کتابی هرگز نمیتونه برای اشخاصی که بخوان در مورد دین اسلام تردیداتی را بکنن، شکوکاتی را مثلا مطرح بکنن، هرگز قابل قبول نمیتونه باشه. البته قبل از رسیدن به اصل مطالب ملحدین میخوام مطلبی را بگم، اونم اینه که اگر صرفاً نوشتن کتابی علیه مثلا کدام عقیده یا کدام مرام دلیل بر حقانیت اون یا دلیل بر ناحق بودن اون ایده و مرام اگر قراره باشه، بنده هم میتونم اینجا خیلی از اسم کتاب‌هایی را ببرم که از خود کفار و مستشرقین، همونایی که به نام اسلام شناس در غرب مشهور هستن، بنده میتونم بنا به استدلالی که از کتاب‌های همون نام من میتونم که اخذ بکنم بگم که بله اینها هم چون که در مورد دین اسلام اینطور نظر دادن پس دین اسلام حق هست. حالا که در حقانیت دین اسلام هیچ شکی نیست. این نکته را میخوام بگم که نوشتن کتابی اگر قراره بر نادرست بودن کدام عقیده و کدام مرام و کدام دینی اگر قراره که این پای استدلال قرار بگیره و این میتونه سند باشه، در مورد دین اسلام هم خیلی از کفار کتاب ها نوشتن در مورد حقانیت دین اسلام که انشالله در جلسه دوم به نسبت این موضوع انشالله با هم صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.